در این نشست که با شرکت نمایندگان سازمان جهانی تندرستی و یونیسف برگزار شد، مسئولین وزارت تندرستی موقع خود را درباره واکسن استرازنیکا اعلان کردند. آنها گفتند به توصیه سازمان جهانی تندرستی گوش می‌دهند و امکانی را روزهای نزدیک آغاز می‌کنند. یکمش که جمهوری تاجیکستان حاضر در این روز از این واکسن دست نمی‌کشد و جمهوری تاجیکستان برای گذراندن این واکسن تمامی مکانیزمی که تیار شدن گذراندن است، دیده شدگی است، تیار است. تو ما خیلی گفتم همه دستورالعمل‌های لازمی هستند که همه اینا را با زمان دولتی تیار کردن، دسترس کردن، آموزاندن تمام کارمندان تیب. معاون وزیر تندرستی گفت سنه دقیق آغاز امکانی ضد کرونا ویروس در کشور معلوم نیست و فعلا کارهای آموزش پزشکان دوام دارد. تاجیکستان در دایره برنامه کوواکس 20% واکسن ضروری را رایگان میگیرد. مسئولین وزارت تندرستی گفتند مسئله دیگر نمود واکسن ها از جمله سپوتنیک در بررسی است. بیش از 40% اهالی باقی میماند که ما برای فراگیری آنها نیز با واکسن کار برده ایستاده ایم. برای خریداری واکسن استحصال دیگر کشورها نیز تلاش کرده ایستاده ایم. اینها واکسن های استحصال روسیه و چین هستند. برای دسترس کردن آنها بانک جهانی و بانک آسیایی رشد با ما کمک میکنند. ما در جای ما نایستاده ایم و تمام تلاش را داریم که آنها را خریداری کنیم. ما نمی‌تونیم. واکسن های روسی و چینی ضد کرونا ویروس که تاجیکستان قصد خریداری آنها را دارد هنوز از جانب سازمان جهانی تندرستی پرره اعتراف نشدند و در مرحله سنجش قرار دارند. موضوع به قیدگیری واکسن روسی سپوتنیک بحث گرم را میان خبرنگاران و نمایندگان سازمان جهانی تندرستی به میان آورد، به خصوص این سوال که آیا این مسئله جنبه سیاسی دارد. ما این زمان این واکسن ها را بررسی کرده ایستاده ایم و در مرحله بهادیهی قرار دارند. در اینجا نه تنها واکسن اسپوتنیک و کوواکس بلکه واکسن های استحصال دیگر کشورها نیز هستند که بعد بررسی با آنها اجازه داده می شود و در دایره برنامه کوواکس مسئله خریداری و با کشورها دسترس کردن آنها بررسی کرده می شود. مقامات وزارت تندرستی تاجیکستان گفتند به احتمال زیاد واکسن فایزر را خریداری نمی کنند چون شرایط نگهداری این واکسن در تاجیکستان نیست. واکسن فایزر از روی مقررات باید در شرایط سردی تا 80 درجه نگهداری شود. در تخانه این بنا فعلا 192,000 وایه از واکسن استرازنیکا نگهداری می شود که تاجیکستان شرایط نگهداری آن را در سردخانه ها دارد و قرار است این واکسن ها روزهای نزدیک در ماشین های مخصوص به منطقه های کشور فرستاده شوند و امگذارانی ضد کووید 19 آغاز شود. بیایید همراه از شرایط نگهداری و واکسن استرازنیکا در تاجیکستان دیدن میکنیم. در یخدان‌های مخصوص اینجا واکسن استرازنیکا در حرارت از 2 تا 8 درجه نگهداری می شود. مسئولان وزارت تندرستی گفتند نقلیات هم که واکسن ها را به منطقه‌های کشور انتقال می دهد چنین حرارت دارند. در تاجیکستان 7 مکان مخصوص برای نگهداری واکسن ها تشکیل شده است. مولا رجب یوسفی، امرالدین عالموف، آزادی دوشنبه.